وقتش بخیر. اینجا یه زمانی دبدبه و کبکبه بود، میوه بود و عشق و صفا و خلاصه بود جذابیت. و حالا ببین به چه روزی افتاده. این از باقایی که قطع استعمار این خراب قرار گرفته و قناتی که فقط سود مونده و آوارگی همه جاش داغون شده و رفته. ای وای، این هم از قناتی که آبش الکی هدر میره و هیچکی هم ازش خیری نمیبینه. آب واسه نفیده انگار نفرین شده است به قول خیلی از مردم صفر. یک بابا